سلام به همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشید. یک بار افتادیم بیرون، دوباره برگشتیم. امیدوارم که الان بتونیم وصل شیم بهتون. منتظر علیرضا هستم که بیاد و ادامه بدیم. سلام بهزاد جان، تصویر و صدای من رو دارید الان شما؟ بسیار عالی. صدای من رو داری علیرضا جان الان؟ من صداتو دارم ولی ویدیوتو ندارم. ایراد نداره. حالا خیلی عجیبه. نمیدونم. آره. بقیه اه، چطور؟ تصویر و صدای من رو داری؟ تصویر صدات خیلی خوبه ولی من تصویر رو ندارم. حالا بهزاد، دوستانی که هستن توی لایو بهتون سلام میکنم. بله، هر اگه دو هستیم. ظاهرا مشکل نت شماست علیرضا جان. آره مشکل من. آره. خب خب تو باید با خودت صحبت کنیم ولی من با هر دومون. آره. کار من سخت‌تره سریع‌تر. کارت ساخت داره. آره. 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 خب علیرضا، با یه لایو دیگه هستیم در خدمت عزیزان و علاقه‌مندان به موضوعات کوچینگ و ارتباطش به تحولات فردی و سازمانی. موضوع امشبمون در رابطه با تغییر و بازنگریه و با شاید بهتر باشه با این شروع کنیم که تغییر اصلا چی هست از نگاه ما و بعد بازنگری چیه و اینو چجوری داریم ارتباطش میدیم به مسائل شغلی. اگر موافق هستی علیرضا. آره. موضوع خیلی جذابیه و یکی از چالش های به اصطلاح کوچینگ سازمانی هم هست که این موضوع تو جلسات کوچینگ خیلی خیلی مطرح میشه و جا داره بهش بپردازیم. موضوع جذابیه. با کمال میل حتما. خب بریم تغییر چیه؟ من تغییر رو اینجوری میبینم علیرضا که وقتی ما از یک وضعیتی، از یک شرایطی، از یک موقعیتی، از یک تجربه‌ای احساس نامطلوبی داریم، انگار یک ایدئالی داریم، یک مطلوبی داریم، میخوایم موقعیت، شرایط و اون هر چیزی، هر مفهومی رو که بذاریم تو اون سه نقطه میخوایم تغییرش بدیم و تغییر یعنی عبور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب از نگاه من. تو اینو چجوری میبینی؟ تو بعد سازمانی تو هر جا دوست داشتی بیار، من با کمال میل خوشحال میشم بشنوم. آره. ببین خیلی وقتا هم اتفاقا شاید حس نامطلوبم نباشه. اولویت ها عوض شده، اهداف عوض میشه و بعضا هم اتفاقا تغییر در راستای بهبوده، در راستایی که من الان اتفاقا از شرایطم راضیم، بهش خو کردم، توش روزمرگی دارم، توش عادتهایی دارم، ولی یه چیز فراتر هم میخوام که این نیاز فراتره جدیدن ایجاد شده، یا اینکه دارم دورنمایی رو میبینم که ممکنه نیاز بشه، پس الان باید براش یه کارایی بکنم. پس یه وقتایی حرکته، تغییر به معنی حرکته که ما بخوایم به سمت اهداف خودمون با تغییر هدف یا تغییر نیاز یا هر نوع چیز دیگه‌ای بیایم در منش خودمون، در رفتار خودمون همون تغییر رو جاری بکنیم تا به اون هدف‌ها برسیم. مثل یک جاده‌ای میمونه که ما تو این جاده داریم میریم و میرسه به یک شهری. از رویکردی که من میگم یعنی رویکرد شما کاملا درسته، دارم از یه زاویه دید دیگه ای میبینم که حالا من تصمیمم بر این شده که مسیرم رو عوض کنم، برم به یه شهر دیگه. پس نیاز دارم که اصلا جاده رو عوض کنم و بیفتم تو یه مسیر دیگه و اون مسیر هش به دلایلی برام شفاف جذاب تره. حالا نیاز دارم که این تغییر رو تو مسیر زندگیم، تو رفتارم، توی حتی دیدگاهام ایجاد بکنم که به اون هدف برسم. اوکی، مرسی ازت. مرسی. من اینجا جنس تغییری که تو داری رو میگی انگار همه چی هم اوکیه ها. من یه چیز بیشتر میخوام، یه چیز بیشتر از اون. علیرضا یه نویزی من دارم اینجا پشت صدای تو، نمیدونم چیه. من موقعی که شما صحبت میکنی صدامو ببندم، ببین آها، بهتر میشه. اوکی، مرسی، عالی شد.
آره، من جنسش رو اینجوری میبینم که انگار یه وقتایی تو داری از نگاه فردی که همه چیز اوکیه، سر جاشه، ولی میخواد توسعه بده و میخواد یه چیز رو بیشتر بخواد بگم. من حتی باز هم بخوام جفت پا وایستم رو جایی که تو راجبش صحبت میکنی هم بگم قطعا وقتی شرایط مطلوبه ما نمیخوایم تغییرش بدیم و شاید جنس چیزی که تو داری میگی برای اینکه این خطا برای شنونده ها پیش نیاد، جنسش بازم اینه که من این کفشه سایزمه، هنوز باش دارم راه میرم، همه چیز اوکیه، خیلی هم دوستش دارم، ولی احساس میکنم مثلا اون لژ پایینش دیگه به راحتی قبل رو برای من نداره، یه چیز بیشتر از اون چیزی که میخوامه. پس انگار همیشه حتی جایی که از روی رشد، از روی جایی که دلمون میخواد هم هست، یه رگه های از نارضایتی از موقعیت فعلی، نه اینکه نارضایتی از جنس اینکه حالم رو بد میکنه، نه، از اینکه در خودم میبینم تواناییش رو، در خودم میبینم که بتونم این وضعیت رو بهتر کنم از آن چیزی که امروز هست و اون چیزی که باش دارم تجربه میکنم. پس من و علیرضا هر دوتا داریم راجع به یه چیز صحبت میکنیم، فقط داریم از پرسپکتیو های به قول معروف مختلفی داریم بچه ها نگاهش میکنیم. شمایی که گوش میدید بازم خیلی خوشحال میشم اگر هر کدومتون تو این بخشا نظری دارید بیاید و گفتگو کنیم با هم. خیلی خوش اومدید بچه‌ای که دارید سلام میکنید و قلب میفرستید، ممنونم ازتون. بریم سراغ بازنگری. علیرضا بازنگری رو تو چی میبینی اینجا؟ صدات هنوز بسته است. این چالشه هم اینجاست، یادم میرسه دارو باز کنم. بازنگری همه اون چیزهاییه که ما برای رسیدن به تغییر نیاز داریم که قبلش نگاهش بکنیم و اون تغییر رو توشون جاری بکنیم. تغییر به تنهایی کفایت نمیکنه، تغییر مسیر. بخوام سازمانی هم بگم همینه، یعنی شما یه تغییر سازمانی هم یه تغییر عمده سازمانی هم به تنهایی رخ نمیده، باید عجین باشه با تغییرهای دیگه، باید بازنگری بشه، باید دیده بشه که این تغییر کجاها تاثیر میذاره، از کجاها ریشه میگیره، اگر مقاومتی رو تغییر هست از کجاست و چرا هست، و این بازنگری کمک میکنه که فرایند تغییر راحتتر، بهتر و در اصل آسونتر رخ بده. تغییر کلا فرایند ساده ای نیست، این واقعیت. اتفاقا اون بحثی که حالا داشتیم میکردیم، یکی از موانع تغییر همون حس رضایت از وضعیت فعلیه. نیازه هست به تغییر، ولی من چون الان حس رضایت دارم نمیرم دنبالش. برای اون تغییر این مقاومت در برابر تغییر از اینجا در میاد. معمولا اینجوری تو سازمان هم همینه. من این روال رو بهش عادت دارم، دوستش دارم، اصلا دارم لذت میبرم، چرا باید تغییرش بدم؟ بازنگری اینجا به همینا کمک میکنه که دلیل اهمیت رو ببینیم، آینده رو ببینیم، الان رو ببینیم، علت اون مقاومت درونی رو ببینیم. تو همه اینها بازنگری کمک میکنه که بیایم و تغییر رو تسهیل کنیم. این دیدگاه منه نسبت به بازنگری. آره، موافقم باهات، مرسی. منم میکروفونم رو دارم این وسط رو میبندم، همون کاری که تو کردی. جنس بازنگری رو باهات همسوام. خیلی جنس بازنگری باز با همون تغییر هست، یعنی فرقی با تغییر نداره، ولی انگار این بار تغییر در وضعیت نگاه و دیدگاه ماست. یعنی بازنگری خودش یک تغییریه در نگاه و دیدگاه من به اون وضعیت، به اون موقعیت، به اون شرایط، به اون چالشی که من باش دست و پنجه نرم میکنم یا نیازی که برای تغییر دارم میبینم. و قبل از اینکه من اون تغییر بیرونی، یا وقتی بخوایم بگیم اون تغییر اصلیه، یک اقدامه، یک حرکت بیرونیه، یک دوینگ توش هست، من انگار قبلتر از اون نیاز به یک چیزی به اسم بازنگری دارم. و این بازنگریه همونجوری که خودت گفتی، یا اون اینرسی که من موندم و قرار تغییر بدم، میدونم باید تغییر کنم، رو کمک میکنه، آسون میکنه. یا یه وقتایی ما با افرادی مواجه هستیم، بین همه ما هست، حتما هممونم تجربه اینطوری داشتیم که یک سری تغییرات رو در زندگی داریم که بعدها که نگاهش کردیم شاید خیلی اون موقع لازم نبوده که این تغییر رو بدم، و انگار اون جنس اون تغییر با یک موجی از هیجان بوده، با یک موجی از حالا تو هر
سنی موجهای خودش رو داره، نگاههای خودش رو داره، ایدئولوژی اون زمان حاکم بر اون سن، بر اون موقعیت، بر اون شرایط کمک کرده که من اون تغییر رو بخوام ایجاد کنم و بعدا نگاهش کردم دیدم هیچ لزومی نداشته. شاید با همون روال میرفتم راضی تر بودم و همیشه در این دوگانگی میمونم که کاش تغییر نمیدادم یا کاش تغییر میکردم. یعنی هر دو حالتش هست. ما کی و کجا میتونیم بپرسیم که از کجا بفهمیم که این تغییر نیازه یا بازنگری نیازه یا هر دو؟ انگار جنسش اینطوریه که بازنگری پیش نیاز یک تغییره. یعنی تغییر بدون اینکه قبلش من بازنگری کرده باشم، اون چرایی این تغییر رو بررسی نکرده باشم، من رو اونجا گیر میندازه. یا ممکنه خوشحال باشم یا ناراحت از اینکه چرا تغییر رو دادم. ولی به هر حال وقتی بازنگری میکنم به نوعی انگار در هزینه زمان، هزینه عاطفی، هزینه مالی، انگار صرفه جویی میکنم. من اینجوری میبینمش. حالا همین الان دارم همینطوری بهش فکر میکنم علیرضا، که انگار بازنگری قبل از اون تغییر اصلی است که ما داریم راجبش به عنوان دوینگ صحبت میکنیم. آره خیلی خیلی باهات موافقم. این خوبی لایف همینه دیگه فریسا، آدم همونجا دریچه‌های جدیدی باز میشه و میدونم که برای دوستانمونم که اینجا هستن این دریچه‌ها باز میشه. من الان واقعیتش نکته‌ای که گفتی کاملا درسته. مثلا جنس تغییر رو، این مال منه، اصلا بیرونی نمیبینم. اون اثراتشه، اون چیزیه که بیرون، تغییر درونیه. هر چیزی شما اگر بیرون داریم، ما یک حتی اسمشو بذاریم تغییر توی روتین ها میبینیم، توی لایف استایل میبینیم، توی رفتارها میبینیم، قبلش یه تغییر درونی رخ داده و اون تغییر درونیه نیاز به یک بازنگری داره که اون بازنگریه میتونه تو نیاز من باشه، میتونه توی اهداف من باشه، میتونه توی احساسات من حتی باشه که من ببینم، دوباره تعریفش کنم، تغییری توش بدم که اون تغییر درونیه یک سری نمودهای بیرونی خواهد داشت که ما اونها رو اسمش رو معمولا میذاریم تغییر. میگیم تغییری که من توی لایف استایلم دارم، تغییری که توی حتی روابطم دارم. اونها نمود بیرونی اون تغییر درونی من. اگر ما به این شکل بهش نگاه کنیم، حالا دیگه بازنگری هم کاملا درونیه. یعنی من باید اونجا این بازنگریه رخ بده که تغییره رخ بده، که تغییر درونیه که نمودهای بیرونی داشته باشه که من میخوام داشته باشه یا دیگران انتظار دارن که من داشته باشم و برای اون خواسته دیگران دارن این کارو میکنن. تغییر باید درون من رخ بده و نیاز به اون بازنگریه به نظر من قطعا خیلی کمک میکنه که تو هزینه ها، حالا همونجوری که گفتی هزینه الزاما مالی نیست، هزینه عمر برباد رفته، یک مثال خوبی زدی اینجا که من کاش که زودتر این تصمیم رو میگرفتم، کاش که فلان، اون تصمیم رو میدونستم ولی اون تغییر درونی هنوز رخ نداده بود، هنوز به اون، خیلی وقتا میگیم دیگه، هنوز به اون بلوغ نرسیده بودم. حالا که مثلا 10 تا پیرم پای کردم فهمیدم که باید این کار میکرد، ولی اون تایمر رو از دست دادم. این هزینه است. اینها هزینه ها رو قطعا این بازنگریه، اون از درون نگاه کردنه، میتونه به کمک کنه که مدیریت بشه و سریعتر این اتفاقی باید بیفته. تو انگار جنس اون چیزی که داری میگی، انگار جنسش نگاه به درون، به دلیل اینی که مهمه من بدونم ارزشام چیه، نیازم چیه، چراییش رو برای خودم در بیارم و علتهایی که میخوام این تغییر رو بدم برای خودم شفاف باشه. در کنارش انگار ما نیاز به یه سری جسارت داریم، ما برای تغییر نیاز به کمی آسیب پذیر شدن داریم، برای تغییر ما نیاز به تاب‌آوری داریم و تمام آن چیزی که ما برای تغییر یا همون دوینگ بیرونی که نمود بیرونیش هست داریم، همش درونیه. یعنی ته اون چیزی که اون بیرون میگیم خب تغییر کرد، کلی پروسه های درونی پشت سر هم رفته و کلی لایه به لایه این فرد خودش رو بررسی کرده و در یک اتاق تاریک به دنبال اون کلید گشته که بزنه و روشن بشه تا بتونه در رو پیدا کنه و از این در بره بیرون و این تغییر اتفاق بیفته. کاملا باهات همسوام علیرضا. یه چیزی که اینجا شاید مطرح باشه برای افرادی که میخوان حتما تغییر کنن،
تو جلسات کوچینگ من اینو بارها و بارها تجربهش رو داشتم، جنسش برمیگرده به اینکه گاهی وقتا اون تغییری که روش اصرار داره، جنسش اون تغییر اینه که فقط وایستن، مکس کنن و تو فضایی که مکس کردن و برای اینکه برن در درون اون بخش بازنگری رو داشته باشن نیاز به ابزار دارن دیگه. و حالا ما تو جلسات کوچینگ هم میدونیم که کوچینگ اصلا ابزار اصلی بازنگری و تغییر بخش درونی که تو راجع بهش صحبت میکنی و وقتی به اون بخش درونی دسترسی پیدا میکنه، اون جعبه ابزاره باز میشه و داره خودش رو نگاه میکنه. یه کاریکاتوری بود اینجوری، نگاه بیرون بود بعد میچرخید یه چشمم اون تو بود، این دوتا شروع کردن همدیگر نگاه کردن و اونجا اینجوری میکرد به خودش، یعنی که انگار فهمیدم. اون جنسی که برمیگرده تو نگاه میکنه ممکنه اون صورت مسئله‌ای که باش اومده تو جلسه نباشه، یعنی اون نیازی یا تغییری که به دنبالش بوده نباشه و به چیزی بر بخوره که نمیگم متضاد اون، ولی اغلب میتونه سورپرایز کنه مراجعه که اصلا این اون چیزی بود، چیزی که من فکر میکردم نبود ولی این چیزی که الان به دست آوردم با اون بازنگریه همونیه که من میخوام، این راهی بوده که به ذهنم نرسیده، این همون چیزیه که من میخوامش و وای نیستم روش. تو بخش سازمانی تو تجربه چیه در این زمینه؟ اول بگم که خیلی نکته ایه که ارتباطش با کوچینگ رو خیلی قشنگ گفتی. ما توی کوچینگ دعوت میکنیم از دانشجویامون یا ICF صلاحیت ها، کامپیتنسی ها دعوت میکنه از کوچ ها که تمرکز رو بذارین رو 3 بخش. اون هم موضوع، خود مراجعه و موقعیت مراجعه است. این تمرکزه، این بازنگری کردنه، این نگاه کردنه خیلی وقتها تو جلسات کوچینگ منجر به همین میشه که بیاد موضوعش رو بازنگری کنه. او با یه موضوعی میاد ولی به این نتیجه میرسه با تمرکز بیشتر کوچ، با کشفی که اونجا رخ میده، با پرسش های کوچ که اتفاقا موضوع هم یه چیز دیگه است، این موضوع نیست و این موضوع شاید یک لایه عمیق‌تر من باید روش وایسم، پس موضوع هم رو شفافتر میبینم، الان بیشتر به سمت درون خودم میبرم، تغییرش میدم یا حالا هرچی. بنابراین این صحبت‌های تو رو در این راستا کاملا میبینم. جنس کوچینگ اصلا تغییر دیگه، یعنی ما و برای اینکه این تغییر رو رخ بده، تغییر رو کمک کنیم که رخ بده، نیاز به این دوباره دیدنه داریم که ما موضوعمون چیه، خودمون کیم، چیزی که مرتبط با این موضوع، الان کجا ایستادیم، کجا میخوایم بریم. این دوباره دیدنه و این دوباره کشف کردنه، این بازنگری رو رخ اتفاق میده، رخ به اصطلاح رقم میزنه که میتونه کمک کنه پیدا کنه اون جایی که باید تغییر کنه، اون جا رو پیدا بکنه، حالا میره تغییر رو بکنه. تو حوزه سازمانی این موضوع رو خیلی خیلی زیاد توی بحث جاب کریر کوچینگ میبینیم، یعنی جایی که مراجع میخواد که یا باید که بعضا حتی باید که مسیر کاریش رو عوض کنه، لاینش رو عوض کنه، سمتش رو عوض کنه، مسیر شغلی این الزام رو به او میده یا خودش این انتخاب رو میکنه. پس اینجا این تغییره، این انتخابه براش چالشه توی ذهنش، درونش و دچار مقاومت های درونی هست و واقعا اینه که اگر روش وایسه که واقعا این چیزی که من میخوام آیا اون سمت آینده است، اون سمت معاونت ها رو من میخوام یا نه و چیه که اینجا درون من داره مقاومت رو ایجاد میکنه. موضوع دومی که خیلی ابتدای جلسه هم بهش اشاره کردم که میتونه اتفاقا کانفلیکت زا باشه توی جلسات کوچینگ و اصلا ایجاد تعارض بکنه، تضاد بکنه، حتی تضاد منافع، بحث اصلا تغییر دادن محیط کاری. مراجع سازمانی میاد و صحبت از این میکنه که من میخوام شرکت رو ول کنم برم و یه تغییر عمده توی مسیر زندگی، من 20 سال توی این شرکتم و دلایلی دارم که میخوام ول کنم برم، موضوعم اینه، میخوام ول کنم برم و تضاد منافع اونجاست که شرکت به ما پول داده، هزینه داده، جلسه کوچینگ گذاشته که این نفر بیاد و خودش رو توسعه بده، رشد فردی، رشد حرفه‌ای که سازمان بنفیت ببره، ولی این فرد اصلا دنبال رفتن، دنبال تغییر بزرگتره. سازمان تغییری
در راستای اهداف سازمان میخواد، فرد دنبال تغییری در راستای اهداف خودشه، اهدافی که اگر محقق بشه اونجا سازمان ممکنه متضرر بشه و من به عنوان کوچ باید چه کار بکنم. تو دوره کوچینگ سازمانی راجع به این مفصل بحث کردیم دوستانی که اینجا هستن که اینجا کوچ باید چه کار بکنه و میخوام بگم این موضوعات جنسش همشون تغییر تو سازمان ها هم همینه. یعنی با این روی کرد میان مراجعین سازمانی هم که تغییری ایجاد کنن و این تغییره بیاد توی مسیر حرفه‌ایشون کمک کنه بهشون. داری صدای منو؟ مرسی. آره مرسی. تو یه جورایی انگار تغییر رو بس کردی به کانفلیکت تغییر، که انگار اونجا یه کانفلیکتی برای یه تغییری من مد نظرمه، یه تغییری در نقش سازمان و یک من به عنوان یک کارمند سازمان، این تغییرات انگار در یک راستا نیست و داریم انگار به نوعی لای حرفات میشنویم که تغییر یک همسویی هم میخواد. یعنی انگار باید اگر قرار منافع جمعی توش باشه یا اگر موضوع دیگه از تغییر فردی خارج شدیم و وارد یک تغییری شدیم که در یک تیم یا یک گروه داریم نگاهش میکنیم، انگار اینجا جنس تغییر کردن یه مقدار چالش های جدیدتری به خودش میگیره. مرسی ازت. سوال کردی راجع به سازمانی، من نمونه هایی از سازمانی رو گفتم و یک نمونه ای که همینجور که تو میگی ایجاد یک کانفلیکتی میکنه و تضاد منافعی به وجود میاره، ولی واقعیت اینه دیگه. حالا ما سازمانی غیر سازمانیش اگر نکنیم جنس جلسه کوچینگ تغییره، یعنی اصلا دنبال اون تغییر هستیم، تغییری که مراجع درون خودش بده و بتونه این رو کمک کنه بهش، این تغییره که دسترسی پیدا کنه به اهدافی که میخواد، به نیازهایی که میخواد، به ارزش‌هایی که میخواد. آره. و اصلا یه جوری این تعارض با ما هست، حتی اگه من به عنوان یک فرد خودم رو به عنوان یک فردی که تغییر تنها مربوط به زندگی منه، مثل تغییر در لایف استایلم، وقتی دارم بهش نگاه میکنم یک جوری با خود گذشتم یا اون لحظه اون محیط امنی که درش من عادت کردم بهش، یک کانفلیکت ایجاد میشه و تغییر واقعا یک تصمیم شجاعانه است. کار راحتی نیست تغییر کردن و برای تغییر کردن ما باز میگم برمیگردیم به اینکه انگار پیش نیازش بازنگری یا همون تو اسمش رو گذاشتی درون نگری که داری راجبش صحبت میکنی، اون شجاعته انگار در یک بستری به اسم آگاهی، هوشیاری، بصیرت، هرچی که اسمش رو میشه گذاشت باید باشه که من اون بصیرت و بینش رو راجب خودم داشته باشم، راجب چرایی و ارزش‌ها و نیازها و آن چیزی که پیرامون کیستی و چیستی من میگذره داشته باشم که بتونم اون کانفلیکت رو در درون حل کنم و بتونم عبور کنم. به محض اینکه انگار اون کانفلیکت حل میشه، اون تعارض حل میشه در درونم، اون اتفاق اون بیرون میفته و تو در نقش کوچ سازمانی اون بیرون بین افراد این کانفلیکت ها رو میای همسو میکنی و کمک میکنی که اون تغییره در راستای به قول معروف وین وین، هم سازمان هم کارمندا توی پروسه باشن که هر دو برنده این تغییر باشن. حالا باز چون سازمانی رو گفتی، واقعیت اینه که سازمانی همه چیز ستاییه. ما معمولا میگیم سازمانی خب اسپانسر کسیه که هزینه میکنه، 3 تا سایت داره که میشه سازمان که هزینه رو داره میده، اسپانسر مالی، مراجع که یکی از اعضای شرکته و کوچ که داره تسهیلگری میکنه و کمک میکنه به اون کار. ولی همه چیز ستاییه، یعنی فقط بحث مالی نیست، بحث اهداف هم ستاییه. همینجوری که دقیق تو گفتی حتی تغییر هم ستاییه، یعنی اون تغییر درون باید رخ بده، درون مراجع، و از اون طرف باید تو سازمان هم رخ بده، یعنی اون تغییره باید تو اونجا هم باشه. بین فرد اگر فرضاً با وضوح کامپلیت کوچینگ آمده یا حالا هر نوع دیگه فردی یا حرفه‌ای، باید تغییره رو متناسب اون تو سازمان هم ببینه، هم خودش هم سازمان باید ببینه و کوچ اینجا همه جانبه هر دو وجه دیگر رو با هم باید نگاه کنه. دستاوردها هم همینطور، دستاوردها هم فرد استفاده میکنه هم سازمان استفاده میکنه. به خاطر همین فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه این نکته که شما گفتی که این درون نگری، اتفاقی که درون آدم باید بیفته چیه، اون جنس تغییره
کار ساده ای نیست. ما توی سازمان هم تغییراتی که داریم معمولا تحت عنوان مدیریت تغییر یا چنج منیجمنت از تعریفش میکنیم. راهکارهایی که کمک کنه که من با این تغییر آداپته بشم. من این تغییر رو میخوام و تعارض درونی اون کاپولیته از همینجا میاد که من اونور یک آرامشی دارم، یک تعهد ناهوشیاری دارم، یک باوری دارم، اصلا یک روتینی دارم، یه حس خوبی دارم حتی بعضا، و عوض کردنش با یک چیزی که مبهمه. ابهام شاخصه تغییره. واقعیت اینه که ما خیلی وقتا به نتایج اون تغییر صد نیستیم و این ابهام است که ما رو نگران میکنه، میترسونه و مقاومت درونی ایجاد میکنه. تغییری که باید رخ بده و اسمش رو میذاریم تغییر بیرونی، نماد بیرونی، مال وقتیه که من بتونم بین این ابهامه، بین این ندانستنه راجع به آینده، بین این به اصطلاح فضای پر تنشی که پیش روم دارم میبینم و اون چیزی که الان هستم، یه تعادل ایجاد کنم، یک چیز کوچیکی رو تغییر بدم و برم جلو. ابهام توی تغییر موضوع مهمه. چرا؟ چون واقعیت اینه که ذهن ما ابهام رو بر نمیتابد. همین که دچار ابهام میشه داستان میسازه و اون داستانه ممکنه واقعیت نباشه و خیلی وقتها نیست. این داستان است که ما رو میترسونه و مراجع اینجا باید ببینه اون داستانه رو. توی تغییرات سازمانی هم همینطوره. ما خیلی وقتها احساس میکنیم، فکر میکنیم، چون نمیدونیم آینده چی میشه، میگیم حتما این تیم مدیریتی جدید که بیان فلان کارو خواهند کرد، فلان کار. ما نمیدونیم و چون نمیدونیم ذهنمون، ذهن جمعیمون، حتی سازمان میاد یه سری داستان‌هایی میسازه. ذهن ما هم این کارو میکنه و اینه که ما رو این داستان‌هاست و داستان‌ها معمولا خیلی مثبت نیست، ورست کیس رو در نظر میگیرن. خیلی خوشبین نیست ذهن ما معمولا، برای اینکه ذهن ما میخواد ما رو محافظت کنه، میاد ورست کیس رو در نظر میگیره و بر اساس اون داستان میسازه که من حواسم باشه. اینه که اون فضای ابهام رو ترسناک میکنه. میایم ابهام رو با یک داستان ذهن ما همش ناخودآگاهه، میایم ابهام رو رفع کنیم، شفافش کنیم، منتها یک وجه ترسناک میدیم و حالا دیگه من میترسم، نگرانم. بنابراین اگه من میام پیش کوچم و این رو مطرح میکنم، آمدم که اون ابهامه، اون نگرانیه رو ببینم و فقط کافیه ببینم که این داستانی بوده که خودم ساختم و واقعیت اگر شفاف بشه، ابهامه از بین بره، فضا شفاف بشه، نیازه شفاف بشه، همه این بازنگریه رخ بده، پریسا، حالا میتونم برم تغییر رو رقم بزنم. بازنگری کنیم داستانهای درونیمون رو. اون داستانا رو ما ساختیم، ناخودآگاه ساختیم، چون ابهام رو دوست نداریم. همیشه همینه. تو روابط هم همینه. ما معمولا اینه که از کسی که دلخور میشیم نمیدونیم که چرا به من کم محلی کرد، ذهنمون بلافاصله داستان میسازه که حتما دلخوره، حتما فلان روز که دیدیش مثلا بهش کم محلی کردی، یا نه شاید دلخوره که چرا تو ماشین جدید خریدی، حتما حسودی میکنه. این داستان هاست که ما رو اذیت میکنه و تو کوچینگ قراره که ما تمرکزمون رو ببریم روی این داستان ها رو ببینه، تغییری تو اینا بده. حالا دیگه بیرون پیامداش خواهد دید، دستاورداشو خواهد داشت. خیلی زیاد گفتم. خیلی عالی گفتی، مرسی ازت. این مثلثه رو که داشتی میگفتی تو کوچینگ سازمانی همیشه سه تاست. مباحث روانشناسی هم تو ذهن من به جریان میفته از این داستان که تو مباحث روانشناسی هم ما این مثلث های سگانه رو زیاد داریم. یه مثلث داریم والد بالغ کودک که اونجا هم باز این کانفلیکت درونیه، باید خودش به این صلح برسه. یه مثلث دیگه داریم که توش ظالم و قربانی و ناجی هستش که باید از توش خارج بشه. به هر حال فرق نمیکنه، انگار این کانفلیکت سه تا ضلع داره تو سطح روان و اون بیرون هم. حالا تو چون سازمان ها هم الگوهای تکراری از بخش های ذهنی انسان ها هستن، جامعه خیلی ارتباط داره با روانشناسی، یعنی جامعه شناسی و روانشناسی دارن سایه های یک موضوع رو بررسی میکنن. و الان تو داری راجع به سازمان میگی، سازمان هم موجود زندگی که متشکل از انسان هاست و تو این رو به خوبی همیشه توی کارهات دیدم که بهش توجه میکنی و انگار اون لایف کوچینگ توی سازمان خیلی میتونه روی خود اون فرد چقدر ما میتونیم کمک کنیم بهش که بتونه همسو بشه با اهداف خودش، ارزش‌های خودش و همسو کنه با ارزش‌های سازمان.
مرسی. اینا نکاتی که داری میگی خیلی باهات همسوام و در نهایت باز من اگر بخوام یه جمع بندی کنم و زیاد هم این بحث رو باز نذاریم، شاید سوال هایی بیاد سمتمون در انتهای لایو. اگر تو چیز بیشتری داری که البته من گوش میدم. من فکر میکنم اینجا وقتی داریم از تغییر صحبت میکنیم، از بازنگری صحبت میکنیم، داریم از یک چیز صحبت میکنیم، از یک چیزی که مثل درختی که یه بخشش ریشه است، یه بخشش ساقه و بدنه و اون برگ هاست. نمیتونه هیچ تغییری بدون بازنگری های از قبل پیش بینی شده و پیشگیری کننده اتفاق بیفته و هر تغییری بدون این اتفاق بیفته احتمالاً تغییر دردناک و سختی خواهد بود. اگر چنین تغییرهایی باشه انگار توی یک پارادایم خیلی خیلی متفاوت اتفاق میفته. اگر من بازنگری نکرده باشم، بازبینی نکرده باشم، پیشگیری نکرده باشم، پیشبینی نکرده باشم اون مسیرم رو، باید منتظر خیلی سورپرایز هایی باشم که هر دوتا پارادایم هستش، هم میتونه سفید باشه هم سیاه، ولی انگار ما دوست داریم پامونو به اون چیزی که تو گفتی ذهن دوست داره که بدونه، انگار ما دوست داریم تو اون تونالیته بین سفید و سیاه تو سیاه قدم بذاریم و واقعیت زندگی هم تو اون بخش هاست که ما بدونیم چقدر این تغییر کمک کننده است و بدونیم نتیجه‌ای که این تغییر برای خودم و برای دیگران داره چه چیزهایی هست و بتونیم قدم‌هایی رو برداریم که کمترین هزینه عاطفی، مالی، زمانی و جمعی و اجتماعی بتونیم بذاریم برای، یعنی اون تغییره رو به به شدن برای همه و خودمون باشه. من کاملا با این گفتگو نمیدونم اگر عزیزان سوالی دارید، اگر مستقیم میخواید ارتباطش رو با کوچینگ بدونید، من از علیرضا درخواست میکنم این بخش رو اگر میتونید به عنوان بخش پایانی شما این دستت بگیر و راجبش بگو که ارتباطش رو با کوچینگ چجوری میتونید ببینید. اولا که خب فکر کنم دوستان یه سوالی دارن بهترین جا همینجاست که بنویسن همین زیر یا بعداً روی لایو که تو همین پیج، هم پیج فکر میکنم کارو، هم پیج فریسا، هم پیج من به اشتراک خواهد گذاشت، سوالاشون رو اونجا بپرسن. به نظرم خیلی به غنای لایو خواهد افزود. یک موضوعی رو شما مطرح کردی، شاید من بخوام چون شعار ماست فریسا بیارم وصلش کنم به تحول. تغییری که توش بازنگری رخ بدهد تحوله، ولی اگه رخ نده تغییر برمیگرده. به قول خودت وزن این برگشته در داوره و این تغییریه که به نتیجه نرسیده و 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال و باز برگشته، دوباره افتادیم تو همین روال و داریم میریم جلو. فقط آمدیم اون بیرون رو درست کردیم، اون نمودهای بیرونی رو، ولی ریشه نداره، اون بازنگری رخ نداده. وقتی تحول ایجاد میشه، تغییریه که دیگه بر نگرد، بریم تو جاده جدید، بریم تو مسیر جدید. و اگه ما تو کارو میدیم که ما همگام تحول شماییم، واسه اینکه هر کسی ممکنه و میتونه و قطعا همه میتونن، ما این باور رو داریم که تغییرات رو ایجاد بکنیم. منتها اگر میبینیم که این داره به صورت یک پترن برمیگرده و دوباره تو جاده اولی مثل یک کشی ما رو هی نگه میداره، اون کشه رو باید ببینیم، نگریش کنیم و اونجا تحول رخ میده. کوچینگ اینجا کمک میکنه. کمک کوچینگ جاییه که بیاد اون چیزی که منو برمیگردونه، اون چیزی که مانع منه، اون کشه رو، اون ارتباط بین جاده قدیم و جدید، انگار تونلیه که من رو میکشونه میندازه دوباره تو اینجا، اونو پیدا کنه. اون بازنگریه رو اگه درست انجام بده، قطعا تبدیل به تغییری میشه که موندگاره، تحوله. کوچینگ اینجا میتونه کمک کنه که اون بازنگری تسریع بشه، راحت تر بشه و عمیق تر بشه. چون بسیاری از این بسیاری از این خطوط ارتباطی حتی دیده نمیشن، ما اثراتش رو میبینیم فقط، ولی با یک نگاه موشکافانه، با یک پرسش قدرتمند، با بازخوردهایی که اون اثرات رو داره میبینه، اثراتی که رفتار فردی نشونه هاش دیده میشه، با یک بازخورد، با یک پرسش قدرتمند، اینو قطعا گوش شنوای کوچ میتونه بشنوه و کمک کنه به مراجعش که او هم ببینه. اونجاست که باید بره بازنگری.
کمک به همین بازنگری میکنه، بازبینی میکنه، بازنویسی میکنه. ما بعضا نیازه که حتی بعضی باورهامون رو بازنویسی کنیم، دوباره ویرایششون کنیم، ویرایش 2 بدیم بهشون، ویرایش 3 بدیم، تا برسیم به اون چیزی که میخوایم. چون این من رو وصل کرده به گذشتم و وصل کرده به اون مسیری که همیشه داشتم میرفتم و اینو باید نمیبینمش که چیه که منو برمیگردم. کوچینگ اینجا قطعا میتونه خیلی خیلی موثر باشه. خیلی ممنون ازت، مرسی از توضیحات کاملت. من سوالی نمیبینم. یکی از دوستان کتابی رو معرفی کرده، ریحانه جان، کتاب شیب یا دره موفقیت ست گادین. من نخوندمش، برای همین نمیتونم پیشنهاد کنم، ولی کسایی که دارن اینجا میبینن اگه خوندن میتونن زیر این پست بعدن بنویسن که این کتاب چی بهشون داده. خیلی عالی میشه. و در انتها هم طبق روال موضوعات لایو ما و اعلام اخباری که تو کارو در حال در اصل اتفاق هست، ما در حال ثبت نام پیش زود هنگام دوره 10 هستیم. اگر عزیزان تمایل دارن میتونن با پشتیبانی تماس بگیرن یا زیر این پست بنویسن اطلاعات دوره که براشون اطلاعات دوره ارسال بشه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. ثبت نام‌ها خیلی زیاده دیگه. ما همزمان داریم دوره 10مون رو، دوره دوم سازمانیمون رو و به زودی هم یک سورپرایز ویژه برای یک دوره جدید و جذاب داریم. بنابراین به نظرم جای رشد برای جای توسعه هم برای افرادی که کوچ نیستن و هم افرادی که کوچ هستن میخوان لول اپ کنن اینجا فراهم. همینطوره. مرسی علیرضا، مرسی از همراهی توی این لایو و همه دوستان. متشکرم. شب همگی بخیر. مرسی، همگی خیلی خوش اومدید. ممنون ازتون. شب خوش.